الحمد لله وحده نصر عبده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان گرامی قدر، فرصتی را که دیر باز منتظرش بودیم، قدوم ماه مبارک رمضان، الحمدلله که این فرصت فرا رسید. و دوستان گرامی، حالا ببینیم که در این ماه مبارک گذشتگان ما چگونه زندگی کردند، چگونه این ماه را سپری کردند، از جمله صحابگان گرامی قدر و تابعین. حضرت عمر زیبا می‌فرماید وقتی که ماه مبارک رمضان فرا می رسید، حضرت چنین جمله را می‌فرمودند که مرحبا بمطهرنا من الذنوب، مرحبا به ماهی که پاک سازنده گناهان است. در حقیقت دوستان گرامی قدر، این ماه پاکسازی گناهان است. اگر ما کمی سعی و کوشش کنیم این ماه مبارک را از اخلاص ایمان روزه بداریم و در این ماه تلاوت قرآن کنیم، شبهای این ماه را تا جای می توانیم زنده نگاه بداریم در تهجد و در تراویح، امید است که خداوند گناهان ما را ببخشد. و این چنین دوستان گرامی قدر، صحابگان گرامی قدر در این ماه مبارک تلاوت قرآن را می افزودند. و این چنین از تابعین، کسانی که صحابگان را دیدند در این ماه مبارک به تلاوت قرآن و به ذکر مشغول می شدند. و حضرت امام مالک و حضرت امام احمد را روایت می کنند که در این ماه درسهای خود را یک جانب می گذاشتند و مشغول تلاوت قرآن و مشغول ذکر می شدند. این امامان برای ما این درس را آموختند که این ماه قرآن است و در این ماه باید وقت خود را در تلاوت قرآن با تدبر سپری کرد تا خداوند گناهان ما را ببخشد. دوستان گرامی قدر، یکی از خصلت‌های دیگری را که صحابگان گرام و تابعین داشتند که امام اوزاعی خداوند رحمتشان کند زیبا می‌فرماید که خمس كان عليها اصحاب محمد صلی الله علیه و سلم و تابعون باحسان. 5 خصلتی بود که در صحابگان گرامی قدر و در تابعین، کسانی که صحابه را دیده بودند، دیده میشد. خصلت اولی که در این بزرگان بود، این لزوم جماعت، یعنی دائم با جماعت بودند و از جماعت مسلمان ها بیرون نمی گشتند. دوم خصلتی را که صحابگان با تابعین داشتند و باید که در حیات ما هم این دیده شود تا سعادتمند گردیم، دوم خصلتشان پیروی از سنت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بود. و ما می‌دانیم که از همه نفرانی که زیاد سنت پیامبر خدا را در درجه بالاترین انجام میدادند، این صحابگان و تابعین بودند. سوم خصلتشان که امام اوزاعی می‌فرمایند، این در ساختمان، در تعمیر کردن مسجد سهم بزرگی داشتند. کوشش میکردند که یک مسجد را بنا کنند. این مسجد که جای ذکر است، مسجد که رمز از خانه های الهی است و بندگان با خداوند آنجا راز میگویند و از دین خود خبردار میشوند. یک از شعار دین است که صحابگان این خصلت را داشتند برای بنای مسجد. و این چنین موضوع ما که درباره قرآن بود، دیگر خصلتی که در اصحاب پیامبر خدا بود، میگوید امام اوزاعی و تابعین، این قرائت قرآن بود. چه در ماه مبارک رمضان چه بیرون از ماه مبارک رمضان دائم قرائت قرآن را انجام میدادند. و پنجم خصلتی که در صحابگان و تابعین دیده میشد، این نبرد بود که در راه خداوند نبرد میکردند. دوستان گرامی قدر، از این قصه ها برمی آید که پیامبر خدا و صحابگان را چنین فرموده بود و تابعین زندگی خود را با قرآن کریم سپری میکردند. پس میباید که هر یک من و شما برای خود و برای فرزندان خود از این کتاب الله بیاموزیم، خود و فرزندان خود را بیاموزانیم، زیرا این کتاب است که ما را از تاریکی ها به سوی روشنی ها می آورد. زیرا اگر فرزند را ما از قرآن آموختیم، از ترس خدا با او آموختیم، هر کجایم که رفت او از ما دور نمی گردد. هر زمانی که در قرآن آیاتی را می خواند که وقضى ربك الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا، و برای نیکویی پدر و مادر که در قرآن قرائت می کند، حتما که پدر و مادرش در یادش می آید
و چی معنوی باشد چی مادی باشد کمک خود را برای پدر و مادر میرساند. و این چنین ما حدیث داریم که فرزند صالح اگر پدر و مادر هم که از دنیا گذشتن، ثوابش عملهای صالح او ثوابش به پدر و مادر میرسد. اگر ما کوشش کنیم که به فرزندان خود ترس خدا را و قرآن را آشنا کنیم، این سعادتمندی ما است در این دنیا و در آخرت. دوستان گرامی، امام حسن بصری هم که یکی از تابعین های این امتن زیبا می‌فرمایند، کلمه زیبا دارند که شما در 3 چیز لذت ایمان را جستجو کنید: یکی در نماز، یکی در تلاوت قرآن، یکی در ذکر. اگر پیدا کردید خوشا به حال شما، سعادتمند هستید. اگر پیدا نکردید بدانید که دلهای شما قفل زده است، باید که او را باز کرد. این 3 چیز را که بیان کردن، یکی نماز است که دوستان گرامی باید ما کوشش کنیم که در نماز لذتی را پیدا کنیم. اگر در ما لذت نباشد حتما از گناه ما هست، باید گناهان را کم بسازیم تا لذت نماز برای ما نصیب شود. و این چنین تلاوت قرآن، خاصتا در این ماه مبارک که ما قرار داریم تلاوت قرآن را با تدبر با فکر زیاد کنیم تا اینکه دلهای ما که شاید در اون قلف باشد، دلهای ما شاید این در دل ما شاید که محکم باشد، برای باز شدنش باید کوشش کنیم. با امید دیدار در برنامه‌های بعدی. خداوند یار و مددگار.